بلندای عزیز سلام علیکم مونده نباشیم. من گیلکم ولد پیر خو یک گزارش داریم از همکارای از همسایه رفیقا سکنین چی همراه ما باشیم، توجه به ما داشته باشیم حتما. صبر کنیم برا مونده نباشیم برا. سلامت باشیم. معرفی رمضان خونوه. رمضان خونوه. از همین جگاییم؟ از این قلیبه. از اوستر؟ خب برار ما یک سوال از شما دارم. بعضا مردم پیر و مادر خور نمایم، به نظر شما کار خوبی میکنه یا کار گنده؟ نه کار گنده برار، باید مست باشیم پیر مادر خور. میبینی؟ پیر مادر میبینی که میافته برار. میبینی؟ توصیه میکنم شما پیر مادر خور باید مست باشیم. زنده باشیم. ما که خیلی ما میبینی بینندای عزیز، شما آیا گاهی وقتی به پیر و مادر خود کمک میکنین؟ 100% برار، شک نداشته باش. خب میبینیم بینندای عزیز، ما به شما میگم روش کنیم این گپا نشه پیش شما. خب شما برات چه گذر پیر مادر خود مایم، چه گذر اینا هفته چند روز میبینیم؟ هفتگی کنه میشه برار. من به مید روزه برفتم، روز 30 برفتم خونه پیر مادر خود. ما خود سیوایم برار، وقتی که زن کردم سیوایم. انا برفتم به خونه اینا، روز 30 برفتم دستا پیر خورم بوس کردم، دستا مادر خورم بوس کردم. انا واقعیت چی از شما پد کنم، کیسه هم پول نداشتک، نفر ساعت دکان پیر خو مادر خو ایدی استوندم بخو یک 10 دقیقه نیم ساعتی شیشته بودم رد چای و میوه اینا که بخوردم راه خور بگرفتم برفتم دیگه برات. شما به اید برفتیم نفر صدری پن بستونیم پس آمدیم. بیان دیگه کجا به ایدی رفته بودم دیگه برات. آدم به ایدی میره 5 دقیقه میشینه میره، قرار نیه که دیگه روز تاشون بشینی. بینندای عزیز ای از اون شخصایی که پیر مادر خو ما نیه همراه ما باشین. اصلا لالا چه دیگه جا میریم گپ مفت نزه به تا گوشتو میزنم. بیاین که برین دیگه جا. هر کاکا جو تو دیونی تو خود تو پیر مادر خو نمی. انا با می دو قربون شه با میرم به دیدن پیر مادر خو. گانسی بودی چی بود؟ چکی ببخشید برا خیال کردم به من میگی چکی. نه برو. سلام علیکم مونده نباشین. این جانب گیلک ولد پیر من زنده معرفی خور داشته باشیم. کی من زنده معرفی داشته باشم؟ دلدار. خب بله یا برادر دلدار، ما امروز ما این پرسان کنی که شما برارم پیر و مادر خود چه گذر ماییم، متعهلیم یا عروسی؟ من برو جو متعهلم. خب 1 سال میشه عروسی کردم. بله. این به شما چی ربط داره که ما پیر و مادر خور مایم یا نه مایم؟ شما بگیم از کجا هستیم چی مایم اینجی؟ ما برار اسم ما گیلک ولد حسن جسکله. حسن جسکله. ما برار ما کمی معلوم میکنیم که همین مردم بعض پیر مادر خور نمایم، زن میکنم به قصه پیر مادر نمیشم. ما گفتم معلومات به نظر شما کار خوبی یا کار گندیه؟ برو جو سیکو از پیر مادر نگو که دیگه به من از پیر مادر شیرین تر به دنیا هیچ چی نیه. یاری آفرین. من پیر مادر خو برابر چشما خو مایو. راست میگه. بفهمیدین؟ زنده باشین. بله یا. خب آیا پیر خود کی ندیدیم کی بدیدیم؟ یعنی برار من روز که عروسی کردم همین زن من گفتم مگه جدا شیم. گفتم نه ما پیر مادر خو خیلی ما میتونید. گفت نه مگه هم جدا شیم. گفتم چشم. یعنی برار یک 5-6 ماه میشه سیوا شدم. حالا دیگه زن من گفته که حق نداری هر دم هر ساعت مثلا بیر پیر مادر خود تو خبر بگی 24 ساعت بخونی پیر مادر خود بشی. جنجال کردیم همین گفتم باشه یه هم خوب چشم. هر 2 ماه 1 ماه میریم یک خبر میگیرم از پیر مادر خو دستا اینا رو بوس میکنم دم که بیام یک بوجی برنج یک بوجی گندم بوجی پیاز کچلی کشت زراعت دارم کو میارم خود خو. از اونا میستون؟ بله از اونا میستن. ای واقعا بینندای عزیز به پیر مادر احترام داره. خودت به پیر مادر احترام نگردن تو بسته باشه. پیر خو کی دیدی؟ چی؟ پیر خو کی دیدی؟ من اعمال پیش این اومدم. برو جو تو اعمال که میدی با تو 1 ماه 2 ماه دیگه نمیری. ما پیر مادر خو خیلی ما خاطره. تو که خیلی من بعد از 2 ماه میری به پیش اینا. خب برو جو نمیگذاره زن اجازه نمیده دیگه. بینندای عزیز یک شخصی برابر پیدا کنی که سه کنی کی پیر مادر خو بیشتر ما احترام به جنا داره. برو با من گپا نزن. بعضا میتونید بینندای عزیز شما به قصه از این گپا نچین. بعضا میتونید سونا پیدا میشه که اگه زن گرفتک به قصه پیر و مادر رو برار نمیشه. برو هر 2 ماه خبر بگیرم. امرای ما باشیم ماما، امرای ما باشیم ماما. تو به نظرم نشه. برو جو چون چیز میزی کشیدی چی نشگی چکی خوبه جیگرم باشه.
چشم حتما میار. خوبه، خداحافظ. بینندای عزیز، یک برادر خوش اخلاق، خوش تیپ، خوش چهره گیر کردم. سلام مونده نباشین برادر. این سلام جانب عباس. کینیم، می این جانب کینیم. اسم خور بگو. بله یا کجی. کجی بله یا. ولد جنگی. نه. برادر جان، بعضا انسان ها پیار و مادر خور نمایم. به نظر شما کار خوبی میکنن یا کار گنده؟ کار گندی برارمه. آدم بیننده- مگری پیر مادر خماسته باشه. تشکر به زیادم بینندای عزیز. واقعا نه انسان برابریه، بچه خوب و خوش اخلاقیه، چه زر پیار و مادر خمایه. برادر جان، شما انشالله پیار مادر شما حیات دارم. بله یا برارمه. خیر بینیم برارم. برار اشتن پیر مادر خو خبرگیره یا به یک خونه میشینین دیگه شما که زن بچه نداره؟ نه برارمه، زن دارم. نه زن دارم، مدام به یک خونه نمیشیم. گوش کشیم. شما هم زن دارین؟ بله یا برارمه. خود پیار خونه میشینین؟ نه، سیوای. خب خیره کسی اون پیار خورمایم پیار مادره. ها برار مایم، ولی اگه زن من خبر چه که من پیر مادر خورجی بیشتر مایم مر طلاق میده. چری میخندی لولو؟ خنده داره. زن شما اگه خبر شما رو طلاق میده یا شما رو طلاق میده؟ او مر طلاق میده. میگه تو مگری پیر مادر خونه مسته بشی، مر مسته بشی. خب بریم یک جا دیگه بینندای عزیز همراه ما باشیم بریم تا نفر اصلی پیدا نکنه که کی به پیار و مادر احترام داره، لیاز داره، باور کنیم اگه اینا ریاله همراه ما باشیم. صدا تو بشی و بیایی از من سوال بپرسی. بینندای عزیز گردن ما بند باشه اگه من بفهم که کی پیدا کنه که چیز بپرس. سلام علیکم مونده نباشین برا. مونده نباشین برا بیاین. صاحب کلانو مونده صاحب نباشین برا بیاین شما. چی گافلا تراگیری سلام علیکم مونده نباشین. این جانب کینیم. تو کی هستی برار که از ما پرسان من برار میکنی؟ بیام. اعصاب میبینی خرابه با تو میگم. اعصاب میت خراب نیه کمال به 120 تو. چرا برا؟ از چی بگم چرا؟ تو کی هستی اول تو خود معرفی کن با تو بگم. من گیلک ولد شردل. خب گیلا گلاد شرده. بله. خب ولی چی می از ما پرسان من کنی؟ پرسان میکنم برار بعضا انسانا سب کن پرخاکه تیاره الکو لات خوردم خاطره. الکو برای قصد دیگه پون شو. برار بعضا انسانا زن دارم، زن گرفتم یا زن نگرفتم پیر مادر خور نمایم، پرتو کردم مادر و پیاره. به نظر شما او جوانا کار خوبی میکنم یا کار گنده؟ خب پس از این معلوم میشه که تو می درد دل مر بپرسی. بله انا یا ضمن پیج معلوم معرفی هم میشه. بکنیم خور. نورالله سرگردون. خب نام من برار خوب گردون. بفهمیدی؟ به خیلی خوشی تا قیامت سرگردون بشی. خب تو برارم از ما پرسان میکنی یا سر او سنر شروع میکنی؟ برا درسته. سکو برارم خور بگردم. من دو تا زن دارم. باور بکو که دست از اینو به من رسیدم. 24 ساعت جنگ و دعوای به تاثیر آورد. چره؟ دست از اینو میام به خونه مادر پیار خو که بیام یک شوی پرده می بشه به همون جام که میام باز صبح که میرم هر دو تا از اینا مر تا مرگ میزنم سکو هم رختم خوگمال هم گذار به دیوال تلنگ دادم زدم که چی بود. چره طور میزنم؟ خود چکار کنم میگم خودی پیر مادر خو اگر حسابی داریم رات موری لکو. ما چکار کنم؟ تو با من راه رو کنم سند برار خو بگردم. انا من مجبورم به گپ از اینا باشم. اینا دو نفرم یک نفرم. بینندای عزیز این کمی که میگه یعنی تو میگم زن تو میگه که به خونه پیر مادر خو نرو. برار جو میگه اگه پیر مادر خور می رات موری لکو. خب ما چکار کنم؟ به خونی پیر مادر خم اگر میرم که یک دم اینا خبر میشم باور بکو گل به سر تو بباره برار مشت لغاتم به تا سر می کسی کو کام گرفتم خوک ماله الهی به خیر خوشی تو که پیر مادر خو نمی به تا سر تو ایواز گل مرمی بباره. تو نمی پیر مادر خود مت که سرقی پیر مادر خو نمیشته به پیر مادر خو نمایا. خب پیر مادر خو ما دست از زنه کو ما چکار کنم؟ مگر برم بر رو خوان میبینی که سر سرگردونو. برو به زیارت. تو برو به زیارت. من گفتم بلکی درد دل من پرسان کنی یک رای به من نشونده ام بیام و من بیشتر از این میگه تو برو به زیارت برو. زیارت جایی که برو مسیر کنو. بینندای عزیز گردنم و بند باشه اگه ما بفهم کسکی بپرسم ما چی رقم زمان وقت شده یک نفر یه میایه آدمک کتاقت چل شوه انا از این پرسان میکنیم بلکه میبگه السلام علیکم لالا. مونده نباشیم برار اشتنه، میشه خوبه، بالاشیم اینجا بشینیم برارم. آفرین ببخشیم برارم زند معرفی. اسم ماست گیپک ولد محمد اسماعیل. آفرین برا جو بعض آدما که هست مادر پیار خور نمایم انا زن خور بیشتر مایم. برا جو به نظر تو کار خوبی میکنه یا کار گنده؟ کار گنده.
من به جلو کوشا مادر پیر خو احترام دارم به جلو اینا. یعنی تو به کوشا پیر مادر خو احترام داری؟ آفرین. خودی پیر مادر خو شریکی؟ بله. زن ندارم دیگه. زن نداری؟ نه. خب پس تو زن نداری که مادر پیر خو می؟ بله. اگه مثال میگم زن میدیشتی پیر مادر خو نمیستی؟ نه. مرس. بینندای عزیز، خیلی باشه بعض آدم ها هسته به دل خو نگیریم. پیر و مادر تا به زمانی که زنده هم مگرم به کوشا پایین احترام داشته باشیم، همیشه دست و پای اینا رو ببوسیم. وقت برنامه به پایان میرسه. تا هفته بعد شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. اما یک نصیحت برادرانه، پیر و مادر ماست باشیم، احترام داشته باشیم که میوه کم یافتیه.